سلامت باشید. آوازت خسته نباشد. آواز خسته نباشد. مردمی شهر رودکی یک قرسک میزنیم به افتخار زیاد این روزا. باور کنید براستی در چند محفل‌های بزمی نوروزی اشتراک کردیم. بار اول خیلی نوروزی را ببینید که تمام مردم برقص می‌دارند. دوستان عزتمند، از ما شکوه شهامت برنامه نوروزی امروز دیده هستیم که بهترین هنرمندان در خدمت شما آمدند. ما نیز این حافظا خوانده ایستادند، مثلا سرود و ترانه ها برای شما خوانده ایستادند. ما هم با قول قزقچه‌مان کرد و همراه تشریف یک ترانه تیار کردیم، یک سرود تیار کردیم. یک سرود با یک سرود میخوایم. یک سرود ما دو نام دارد. نام یکمش مردانی بناموس، نام دومش یک نامی که در بین خلق خیلی معمول است، مشهور است، یک نام عجایب، 100% زنکلانیم. نام بینیتون. حالا من برای صحنه یک آدم دعوت میکنم. این جوانی که پهلوی دستی راستی من میبینید، این یک جوانی است که تا زن گرفتنش تا اویله داشتنش قشلاق بداد آوردگی بود. سرتا بردار مردم نگاه که شرمنده. آخی ایزا میکشم. خیلی من سرخ نشدی تو؟ آخی من خون ندارم اکا. گپ نزن. من چند مخصوص همین محفل نوروزی ناحیه رودکی با آوردم که در پیش همین مردم در همین فصل نوروز، در سال نو، در روز نو تو باید قول و قسم تی وعده ده که از همین روز عبارت دیگر دزدی نمیکنی. فهمیدی؟ دیگر دروغگویی نمیکنی. دیگر 20 گرم عرق خورده چنین یک بوتل مردم غم نمیتی. توی مردم ویران نمیکنی. فهمیدی منه؟ چخ نکن. با دزدی میکنی. کندت زن. دیگر تکرار نمیکنی. او میکنی رو. سالتا مردم نگاه کن. چی با گاوی مردکه دوزیدی؟ همه گاوی ندوزیدم. همه نوروزی با آمد چی با تو گاوی مردکه دوزیدی یا؟ همه گاوی مردم خانه چیپ تپره. او گاو من ندوزیدم. او گاو خودش خفای ما اومد. گاو خفای آدم می اومد است. اون هنوز خونه کم ستار دکو. گفتن همه مردم نوروزی نمی سری بلنده دعوت کنه. یک کلا دیگه خونه کم ستار کلای گاوش برآوردگی. همه گاو طرف من نگاه کرد، طرف من خندید. دیگه گاو اهمیت ندادم. راست رفتن گرفتم که یک دنگ گاو قفام آمده است. خط کی بودی تو؟ خطی محمد. خوش. برام راست رفتن گرفتم که یک دنگ گاو قفام آمده است. بعد خطی گاو چخ کرده صحبت کرده برفتیم مکه. تو چی با شرم نمیداری با دانست مردم دروغ میگی؟ کدام گاو نگاه کرد؟ کدام گاو خندید؟ کدام گاو قفای آدم آمد؟ با کدام گاو با زبان آدمی قطعی تو گپ زد؟ تو زبان گاو کجا میدانی گپ بینه؟ من زبان گاو ندونم قطعی تو چی خیلی گپ بزنم. من نگفتی؟ نه گاو گفتم اکا گاو. گاو گفتی؟ خوش. گپ هست که تو از زنت میترسی. که ما از زنم میترسم. الان میخوای آوازه و دروازه. تو چی فکر کرده که من نایه رودکیم که از زنم میترسم؟ یا که در مرکز سلامتی نایه رودکی کار میکنم که از زنم میترسم؟ نمیترسی؟ با مردکای نایه رودکی عموما از زنم نمیترسیم. چی به ما از زنم میترسیم اکا؟ هم خودم میکنیم، لباس ها را میشویم، خونه را میرویم، 100% کارا را میکنیم. چی با میترسیم؟ امی کارا را کن، امی کارا را 100% کن. امو زنم آدمای هیچی نمیگه. تو امروز زنکا آدم نبودن؟ آدم بودن. نه که امی کارا را کن زنکا هیچی نمیگه. امی ای خانه که در آمده ای چشم زنم بفهم که دل زنه چی میخواه. در رو پامپرس حالش که تمام کارا 100%. نمیترسیم ما اکا. بسیار مردکای زن کلان دای سری بلندی بسیاره. سرود از طرف مردکا مقابل زنکا. مقابل زنکا از طرف مردکای مرکز سلامتی نایه رودکی. میخونیم 1 2 3. مردانی بناموسم غمخواره به دل سوزم. مردانی بناموسم غمخواره به دل سوزم. با صابون زنهامان ما جامل میشویم. با صابون زنهامان ما جامل میشویم. سرز کرده این زنها مامای زلیخا بود. ما همسایه اویم، او همسایه ما بود. خب رسیه رفتم، از دنبال ما رفتم، درون به درون سوختم، خاکستری ما رفتم. در خانه هر یک مرد زن زیبی دیگر دارد. در خانه هر یک مرد زن زیبی دیگر دارد. همه مثل گندش مقابل زنکا واسه میخوانم تلخشو بکفه. واه چی بوده ایره؟ زهر است. زهر
زهری چی؟ زهری چی؟ زهری مور واه زهری موری کابرا انا غوصوش اناکوندا واه همه گنده است هم نگه چشمات دیگه نمیکشه کو چی؟ گدیوکا زهر است اگر چیزن هزار بار بخشیش ببخشیم ببخشکه این زهر شکر دارد جان مردم ناحیه رودکی قرصک بزنه همه بخشنی تو نشید یک قرصک قطع قیقاسوش بزنه جهان با صابن زرهامان ما مردان بلاموسی جمهوری تاجیکستان خصوصا مردان بلاموسی ناحیه رودکی خصوصا این مردکایی که در همین طرف دستی چپم جمع شدگیان 100% جامعه میشوینه یارایی تشکر زیاد. بار دیگر نوروز خوش سفر رو با شما تبریک میگیم. خیلی که آدرس شما از اولی نمایش کاروان هنرمندان محبوب با دعوت رهبریت این مرکز سلامتی ناحیه رودکی آماده ایستادند و حالا یک خوشخبر رسید با تبریک ما و شما در این روزهای خوب بهاری در روزهای نوروز خوش از پای با تبریک ما و شما آمدند بهترین آوازخوان ستاره استراد تاجیک بهرام غفوری. مرحبا. بهرام میخوانه همه را برعکس دعوت میکنیم. نوروز مبارک. بله نوروز مبارک باشد. هنرمندانی که دعوت کردیم با صوت و با ترانه های خوب خود طبیعی ما و شما را بالیده میگردانند. یعنی نوروزی ما را محفل نوروزی ما را باز هم یک شکوه شهامتی خاصه میبخشند. یک قرصک دیگر برای بهرام غفوری. مرحبا. تشکر زیاد بختیار جان عزیز. یک قرصک میزنیم برای هنرمندای بهترین. من از خودم از میرزا عزیز جان عزیز شما را تبریک میگم. از بحری جان از خواهرم محبت جان شما را تبریک میگم. خدا کند که تا نوروز دیگر یک جای خدا ما را به سر بلند برساند. خدا کند که باز در سرجم یک جای شویم سرود خوانی کنیم. یک قرصک میزنیم. زنده باشید. تشکر زیاد. بیا تو بهانه نکن مرا چو دیوانه نکن به خود و به خانه نکن بیا که میرود بهار موی تو رو شانه کنم از حوست خانه کنم شهر تو دیوانه کنم بیا که میرود بهار ای گلی بهار بیا شوخی بیقرار رقص میکنی با آهنگ چند تا ای گلی بهار بیا شوخی بیقرار رقص میکنی با آهنگ چند تا چشمانی تو را دنیا ندارد دل پاکی تو را دریا ندارد هر آن وقتی که می نازی عزیزو به نازم نازی تو همتا ندارد ای گلی بهار بیا شوخی بیقرار رقص میکنی با آهنگ چند تا ای گلی بهار شوخی بیقرار رقص میکنه با آهنگ چند تا با جای غم بیا شادی کنیم میرفتم و با
بازی کنیم بیا که مطفور در روز نوروز با هم قهری بوده آشتی کنیم ای گلی بهار بیا شوخ بیقرار رقص میکنیم با آهنگ چند تار ای گلی بهار بیا شوخ بیقرار رقص میکنیم با آهنگ چند تار ای گلی بهار بیا شوخ بیقرار رقص میکنیم با آهنگ چند تار ای گلی بهار بیا شوخ بیقرار رقص میکنیم با آهنگ چند تار بیا که دل بسودایی تو دارم قسم بر قد بالایی تو دارم ندارد دو جهان تا بی غمی تو ندارد دو جهان تا بی غمی تو من عمرم را بغم پایی تو دادم من عمرم را بغم پایی تو دادم در این زمانه خدا میدانم عاشق میمانم عاشق نمیمانم در این زمانه خدا میدانم عاشق میمانم عاشق نمیمانم Suma shasaka, doktora
Johnny, see, I'm
مرسی زیباتون از اون میرزا عزیز جان، از اون بحری جان عزیز، خوارک عزیزم شما را تبریک میگم. خدا کنه که تا نوروز دیگر از سر بلندانه ما شما را سرجم برسانه. یک خرسه که بلند میزنیم برای بهاری. قربان شما باشتای تمام باشن. همه این ناز و نعمت برای شما هستند. نان چکنید، نان بخورید، چای بنوشید، سمانک بخورید، سمبوسه پختگی خطانه بخورید. کم ترکک بعد برای هنرمندا را بونه که سلفانا داره میگن نیروا. همین دیده است فقط همین نولا همین طرف بوچید. ها؟ برادر بزم نوروزی که هست نه تنها رقص و بازی، حتی خوردن چشیدن از اون دستورخانه که مثلا اینقدر این پیرو برنو مادرای ما خواهرای ما که در ناحیه رودکی زندگی میکنن اینقدر مثلا سملک ندیدی، منطقه‌های علفی ندیدی، گوشتی ندیدی، پیازی ندیدی، فطیرهای روغنی ندیدی. تو فقط باید تماشا کنی، خلق باید خورد. ماشینا را دیدی؟ دیدم. باگاژ ماشین دیدی؟ دیدم. دهانشون واز دیدی؟ دیدم. دورین باگاژ خالی دیدی؟ دیدم. همه او را پر کردن دست. دوستان ارجمند، بار دیگر نوروز مبارک باشد. چند گفتم که اینجا یک در برنامه یک چیزی نو وارد شدگی، شاید خب برای شما یک چیزی عادی باشد، یک چیزی معمولی باشد، لیکن برای من یک چیزی عجایبات. تشریف همین مثلا جشن و چی بگه نوروزیه به ورزش تو اسم کنی؟ نه، در جشن نوروزی اگر ورزش نباشه اون نوروزی نیست. خیلی بازی ها میشه در جشن نوروز. بانک کشک میشه، خوش، گوشتین گیری میشه، خوش، بوس کشی میشه، خوش، شپا شپک میشه، جنگ جنجال میشه. این شوخی بود. نه همین بازی های نوروزی تو در نظر داری خورش جنگ آخی؟ خورش جنگ یه میشه. پچه قبیمه ترسون تو بنا آخی. آدم میزنن. بچه‌ها تیارن یا خورش جنگ تو نظر داری؟ خروج جنگ. یعنی که شما